بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، خوش آمدیم به یکی دیگر از جلسات آموزش زبان فرانسوی. در این جلسه میخوایم صرف سه فعل نوشتن، فعل خواندن و فعل گفتن که بسیار از جمله افعال بسیار مهمه به زبان فرانسوی میخوایم با هم دیگر صرف کنیم. برای از اینکه ما به زبان فرانسوی بتونیم درست صحبت کنیم یا درست نوشته کنیم، باید که صرف افعال یاد داشته باشیم. یعنی مثل زبان انگلیسی نیه که نوشتن ما بگم I write, you write, she writes, he writes, they write به این شکل. آل فعل نوشتن به زبان فرانسوی هسته écrire. ولی من نمیتونم بگم je écrire, tu écrire, il écrire به این شکل. ای غلطه. ای باید صرف بشه، یعنی تمام ضمایر فاعلی جو، تو، ایل، ال، نو، وو، ایل، ال، تمام ضمایر فاعلی فعل مخصوص نوشتن خود داره. در کل فعل مخصوص خود داره و تمام افعال. بنابراین وقتی میخوام بگم که من می نویسم یا من نوشته میکنم، میگیم j'écris. اینجا که حروفی که آخر میبینید که ما به رنگ سرخ مشخص کردم، یعنی این حروف تلفظ نمیشه. برای که برای شما کم واضح باشه اینا رنگ نایوز کردم، اینا تلفظ نمیشه. یعنی فعل تا حرف ای خوانده میشه، تا اینجی این فعل خوانده میشه. بنابراین حالا اینجی در حقیقت دو سایی بده، جو به این شکل بده جو اکری. ولی چون اینجی یک کلمه به حرف صدادار وقتی ختم شه کلمه بعدی به حرف صدادار شروع شه، قانون الیزیو یک کلمه اولی حرف صدادار خواهد دست میده و به جای یک اپوستروف یا اپوستراف میگیره که به ویدیو بعدی این قانون برای شما آموزش میدیم. پس این رو به شکل یک کلمه میخوانیم، میگیم j'écris غلط. خب j'écris یعنی من مینویسم، من نوشته میکنم. میخوایم بگم تو نوشته میکنی یا تو مینویسی، تو écris اس خوانده نمیشه، یعنی تو مینویسی. میخوایم بگیم که یکی میپرسه احمد کجا، میگیم اون نوشته میکنه، il écrit یعنی اون نوشته میکنه. او زن نوشته میکنه، اگر ایل بگیم ال میشه زن، elle écrit. پس شد j'écris, tu écris, il écrit, elle écrit. پس اینجا برای ما و شما واضح شد که چهار برای جو، تو، ایل، ال هر چهار تا از اینا یک قسم تلفظ میشه. سگونه écrit. فقط در نوشتار بعض آخر نه حرف اس داره، بعض حرف ت داره که اونا هم تلفظ نمیشه. حالا من میخوام بگم که ما نوشته میکنیم، ما مینویسیم، میگیم nous écrivons. این میشه نو، چون بعد از ای فعل به حرف ای شروع شده، ای اس آواز زیر میگیره، قانون لیزون صورت میگیره، آواز زیر میگه nous écrivons. ما مینویسیم یا ما نوشته میکنیم. شما مینویسیم یا شما نوشته میکنیم، میگیم vous écrivez. یعنی شما می نویسیم. nous écrivons ما می نویسیم یا ما نوشته میکنیم. vous écrivez شما نوشته میکنید، این حرف زد خوانده نمیشه. آنها می نویسن ils écrivent. اینجا گفتم ils écrivent یعنی او نوشته میکنه، او مرد یکه. حالا که تعداد زیاد مردا باشه باز میگه ils écrivent. حرف ONT رنگ عوض کردم مشخص میکنه که ای ONT خوانده نمیشه تا حرف و خوانده میشه، تا اینجی ils écrivent لیزون صورت گرفت. اینجی آنها نوشته میکنن، آنهای مؤنث یک جمع تعداد زیاده، بگی آنها نوشته میکنن یک نامه. ils écrivent une lettre. یعنی آنها نوشته میکنن، آنهای مؤنث. بریم صرف فعل خواندن با هم دیگر کار کنیم. فعل خواندن لیغ یعنی خواندن. ای باید برای تک تک ضمایر مثل فعل نوشتن صرف شه. برای جو میشه لی،
جولی. حروف آخر اینجا مشخص شده به حرف سرخ، اینا خوانده نمیشه. برای جو، تو، ایل، ال فعل خواندن یک قسم تلفظ میشه. جو لی. من میخوانم، میخوام بگم تو میخوانی. تو لی. تو لی. تو میخونی. او میخونه. ایل لی. ایل لی. میخونه. اگر ایل بگیم ال میشه او زن. ال لی. ایل لی. ال لی. ال لی یعنی او زن میخونه. جو لی. تو لی. تو میخونی. ایل لی. او مرد میخونه. ال لی. او زن میخونه. حالا میخوایم بگیم که ما میخوانیم نو لیزون. نو، ببینید بیشتر ما گفتم نو تلفظ کردیم به فعل نوشتن. به خاطر چی که بعد از او حرف چی اومد؟ حرف صدادار اومد، ای اس آواز زیر داد. حالا اینجی چون بعد از حرف ال اومده به بی صدای، ای اس خوانده نمیشه، میگیم نو لیزون. ای اس هم خوانده نمیشه. او این آواز اوی تو دمیگه لیزون نمیگه، لیزون. نو لیزون. ما میخوانیم. شما میخوانید. وو لیزه. وو لیزه. دوستا اگه همی زید اینجا نباشه، این خوانده میشه وو لیز. خلاص این زیدی که اینجا آمده خودی خوانده نمیشه، ولی باعث شده که حرف اوی که اینجا هست ای باز خوانده شه. به این خاطر میگه لیزه. وو لیزه. شما میخوانه. آنها میخوانن. ایل لیز. ایل لیز. اینجا اگر این حرف او نمیبود این لیز خوانده میشد. خب اگه حرف دیگه به جایزی میاد این لیز خوانده میشد، ولی چون اینجا اس بین حرف صدا دو حرف صدا دار اومده، این اس آواز زیر گرفته. ایل لیز. آنها میخوانن. ال لیز. ال لیز. اگه گفته ایل لیز یعنی آنها میخوانن، آنها مذکر. اگه ایل گفته ال یعنی او زنها. ال لیز. اینجا دقت کنه. پس فعل لیغ، فعل خواندن میشه جله. میخوانه. توله. تو میخوانی. ایله. او مرد میخوانه. اله. او زن میخوانه. نو لیزون. ما میخوانه. وو لیزه. شما میخوانه. ایلز. آنها میخوانن. الز. آنها میخوانن. آنهای مؤنث. بریم به صرف فعل گفتن. دیغ فعل گفتن میشه. دیغ. لیغ فعل خواندن. دیغ فعل گفتن. حالا باید صرف کنیم. به این شکل نمیشه استفاده کنیم. برای جو میشه دی. جو دی. ببینید جو از خود فعل مخصوص خود داره. تو از خود داره. همه ضمایر فعلای مخصوص خود داره که باید برای تک تک از افعال صرف فعل از اون ما دقیق یاد داشته باشیم. جو دی. من میگم. فعل گفتن دیگه. من میگم. جو دی. مثلا به انگلیسی میگم I tell, I say. ایمونه. جو دی. من میگم. تو میگی. تو دی. تو دی. ای اس خوانده نمیشه. خب ایسا. ایل دی. این هم تلفظ آینایه. او مرد میگه. ایل دی. ایل دی. یه حرف خوانده نشد. او مرد میگه. ال دی. ال دی. او زن میگه. پس برای جو، تو، ایل، ال یک قسم تلفظ میشه. جو دی. تو دی. ایل دی. ال دی. حالا میایم برای نو. ما میگیم نو دیزون. نو دیزو. اس بین دو حرف صدا داره، به خاطر آواز زیر داده. ای اس هم خوانده نمیشه. ای اس هم خوانده نمیشه. نو دیزون. ما میگیم وو دیت. ای اس خوانده نمیشه. ای اس هم خوانده نمیشه. ای هم خوانده نمیشه، یا اوی زبان فرانسوی. ولی ای باعث شده که حرف ت خوانده شه. اگر اینجی امی حرف او نمی بود، ای حرف تی هم اینجا خوانده نمیشد. مثل چی؟ مثل اینجی. ببینید بعد از چون هیچ حرف وجود نداره، اینجا گفته ایل ده، ولی اینجا چی میگیم؟ میگیم وو دت. ای حرف اوی که اینجا آمده باعث شده که ای حرف ت خوانده شه. پس میگیم وو دت.
ای اس هم خوانده نمیشه. ودت شما میگوییم تلفظی ها. آنها میگوین، آنهای مذکر ایل دز، ایل دز. اس به این دو حرف صدا داره، به خاطر خوانده شد. او انت خوانده نمیشه. نگین دسانت یا دزانت همچین چیزی، اینا کلا نوشته میشه خوانده نمیشه. ای اس هم خوانده نمیشه اینجی. ایل دز آنها میگن، ال دز آنها میگن، آنهای مؤنث. ای بود صرف فعل خوانده